چی توی اورانیوم هست که آمریکا نمیذاره ایران بهش دست بزنه؟ غنیسازی اورانیوم اصلا یعنی چی؟ اگه دوست داری اطلاعاتت از همه دوستات بیشتر باشه فالو کن. اورانیوم یه عنصر خاصه. اگه کم باشه میتونه برق یه شهر رو تامین کنه و اگه زیاد باشه میتونه همون شهر رو نابود کنه. اورانیوم اصلا چیه و چرا انقدر مهمه؟ اورانیوم یکی از سنگین ترین فلزهای طبیعیه. توی دل سنگاست و ظاهرش معمولیه، ولی توی هستش کلی انرژی خوابیده. دو شکل داره: U235 که فعال و قابل انفجاره و U238 که بی‌خاصیته. توی طبیعت فقط 1% U235 داریم. حالا غنیسازی یعنی چی دقیقاً؟ برای اینکه این انرژی آزاد بشه باید U235 رو از U238 جدا کنیم. غنیسازی یعنی همین. با دستگاه‌هایی به اسم سانتریفیوژ این ایزوتوپا از بقیه جدا میکنن و درصدش رو بالا میبرن. بالا بردن درصد هم یعنی افزایش مقدار U235 در مقایسه با U238 داخل سوخت. این کار با چرخوندن گاز اورانیوم در سانتریفیوژ انجام میشه، طوری که ذرات سبکتر یعنی U235 بیشتر در مرکز جمع میشن و از بقیه جدا میشن. برای نیروگاه‌ها فقط حدود 3 تا 5% غنیسازی کافیه و برای بمب اتم باید بره بالای 90%. میگم برای ساختن بمب اتم فقط به اندازه یه سکه 500 تومانی اورانیوم لازمه. یعنی فاصله انرژی صلح‌آمیز تا جنگ جهانی فقط یه عدد ساده است. حالا چرا آمریکا و اسرائیل اینقدر میترسن؟ چون همین یه عدد میتونه همه چی رو تغییر بده. ایران میگه برای برق لازمه، ولی اونا میگن اگه یه قدم بیشتر بریم مسیر عوض میشه. و از اونجایی که بمب ساختن فقط زمان میخواد، کنترلش رو میخوان از ریشه قطع کنن. به جز بمب و برق از اورانیوم میتونن سوخت زیردریایی بسازن یا توی درمان سرطان ازش استفاده کنن. ولی چیزی که قدرت اصلی رو میسازه اینه که یه نیروگاه اتمی میتونه برق صدها هزار نفر رو بدون قطع و کمبود تامین کنه. برای همینه که اگه کشوری بتونه خودش اورانیوم غنی کنه دیگه محتاج غرب نیست و این دقیقاً همون چیزیه که آمریکا و اسرائیل نمیخوان اتفاق